چرا اکثر انواع سودا منع کرده شده است؟ چرا؟ زیرا آن با پیدا شدن کینه و عداوت، بدبینی و خصومت میان مسلمان ها سبب می شود. چرا فقیهان وقتی در کتاب‌های خود باب سودا را سر کردنی می‌شوند، پیش از آن که درباره احکام آن سخن کنند میگویند سودای مسلمان با برادر مسلمانش، سودای مسلمان با برادر مسلمانش. این چی معنی دارد؟ چرا نمیگویند که سودای یک عاقل و بالغ با دیگر عاقل؟ این سخن وقتی که درباره احکام سودا، تعریف و شرط‌های آن سخن کردنی می‌شوند میگویند سودا و رکنهای آن، دو طرف سودا، شکل آن، محل آن، این همه بعد می آید، ولی در مقدمه سودای مسلمان با برادر مسلمانش می گویند. با این سخن به ما گفتنی‌اند این کتاب که احکام زیادی سودا را در بر می گیرد، همه احکام آن درباره آن جریان دارد که نباید آن عهد برادری که میان مسلمانان هست ویران کرده شود. میگویند اینجا بازار مسلمانان است. این چی معنی دارد؟ یعنی بازاری که در آنجا اخلاق مسلمانان ظاهر می شود. این بازارها که در آن اخلاق مسلمانان ظاهر می شود به دیگران چنان تأثیر دارد که شما تصور هم کرده نمی توانید. بینید، فکر می کنم که اکثر شما کشورهای مالایزیا و اندونزیا را دیده اید و می دانید. اینها کشورهایی می باشند که اگر از اهالی آنها پرسید که چگونه مسلمان شدند، می گویند که به طفیل آن سوداگرانی که به این کشورها آمدند. سوداگران عادتا چنین است که این طایفه از مردم دروغ و راست قسم می خورند تا مالشان را گذرانند. به خدا دروغ قسم می خورند. برای همین بدترین مکان برای مردم این بازار است، زیرا در آن فریب و نیرنگ و خیانت بر این عملها زیاد می شود. برای همین این سوداگران غالباً از مردان فاضل جمعیت نیستند. غالباً اکنون بینید همین طایفه به طفیل همینها خلقها مسلمان شدند. اهالی اندونزیا تقریباً 200 میلیون مسلمان است. 200 میلیون به طفیل کی؟ به طفیل سوداگران. چرا؟ چون که اخلاق سوداگران خیلی عجایب است. این اخبار گذشتگان است. شیخ عطیه سالم رحمه الله بار به ما نقل کرده بودند که در ایام جوانی وقتی در مدینه منوره بودیم، پگاهی یکی امان برای نانشته بخرید به دکان نزدیکمان می رفت. نانشته امان چای بود. وقتی به نزد بقال رفته از او چای می پرسیدیم، به ما چای می داد. بعد از او طلب می کردیم که شکر نیز دهد. او می گفت اکنون که از من چای خریدید، به همسایه دکان روید و شکر را از او گیرید تا که او نیز سودا کند. درباره کی می گویید؟ یعنی من چای فروختم، برای من بس است. اکنون به نزد همسایم روید، او تا حال سودا نکرده است، او هم چیزی فروشد. این کار از گذشته دور نه، همین عصر ماست. به مردم چی شده است؟ چه خیلی که دیروز گفتیم مردم به حرص دنیا گرفتار شدند. عمرو ابن سلیم خوب میگوید سری مردم را حرص و چشم گرسنگی به دنیا خم کرده است. حرص